خب این اولین ویدیویی هستش که بعد از ورودم به امریکا دارم میگیرم. البته خیلی وقته که اومدم، ولی با این نیت دارم میگیرم که تولید محتوا بشه و از تجربیات خودم و حالا داستانایی که توی این کشور دارم به دست میارم بهتون بگم. شاید شما هم حالا برنامه‌ای برای مهاجرت داشته باشید. حالا کشور با کشور فرق میکنه، ولی چیزی که هستش اینه که قطعا بهتون کمک میکنه توی تصمیم گیری، چون بالاخره از دیدگاه عموم میگن آمریکا دیگه مثلا ته داستانه دیگه، یعنی تو دیگه غول مرحله آخره به قول خودمون. بریم ببینیم این غول مرحله آخر کلا زندگی توش چجوریه، نمیدونم بیزینس چجوریه و همه موارد دیگه، همه چی رو بررسی بکنیم. ماشین، خونه، نمیدونم کار، درآمد، همه اینا رو با هم بررسی کنیم، قوانینی که اینجا هستش و ببینیم که آیا حضور ما توی این کشور میتونه به سطح کیفی زندگیمون کمک بکنه یا همون چرت و پرتی که قبلا بوده دوباره اینجا هم هست و تکرار میشه. قطعا تفاوتایی داره، ولی خب نمیشم بگی که آقا این تفاوت‌ها به همه کمک میکنه یا به یه سری آدم خاص مثلا کمک میکنه. نمیشه اینجوری هم بررسیش کرد. یه چیز کلی باید بدونید و بعد ببینید که حالا با توجه به اون شرایط به شما کمک میکنن. خب اولش که من از روزهای اول بگم، اولش که من اومدم تو آمریکا، خب من چند تا سابقه رفتن به کشورهای دیگر داشتم. اندونزی رفته بودم نه برای کار، مالزی خیلی کم، در حد یه نصف روز بودم. دبی زیاد رفته بودم، امارات، ترکیه خیلی رفته بودم، روسیه خیلی رفتم، روسیه 5-6 بار روسیه رفتم دیگه. خدمت میگم اینا عمده کشورهایی بودن که من بهشون سفر کردم و هر کدوم از این کشورها یه سری چالش ها دارن، یه سری خوبی ها دارن، یه سری بدی ها دارن که واقعا خوبیاشونو ببینی خیلی خوشگلن، ولی خب بدی اینه خیلی باحاله اینجا کلا این قسمت زندگی آدما. بدی اتفاقای بد اینه که زود خودشون رو نشون نمیدن. خیلی چیزای سطحی بد خودشون رو زود نشون میدن. اون چیزایی که عمیق ترن تو حالا شاید الان تو زندگی بهش بر نخوری، تو همون روز اول خودشون رو بهت نشون نمیدن. حالا بهتون میگم تو ادامه صحبت‌ها چجوریه. خلاصه من اومدم آمریکا. حالا ما به واسطه مشتریایی که داشتم اینجا زندگی میکردم و سیتیزن آمریکا بودن، یه سری ذهنیت‌ها من داده بودن که آقا میری آمریکا فکر نکنی مثلا دیگه اونجا یه اتفاق عجیب غریبی میفته و دیگه مثلا این چیزایی که تو فیلم‌ها دیدی همش اون نیست. خیلی کشور بزرگیه، خیلی پهناوره و همین بزرگ بودنه و همین پهناور بودنه یه مقدار اصلا قضیه رو متفاوت میکنه. یعنی همین چیزی که من الان دارم بهتون میگم این شاید تجربه من توی 2 هفته 3 هفته سان فرانسیسکو و بقیهش لس آنجلسه. حالا شما فرض کن نیویورک هست، میامی هست، نمیدونم شیکاگو هست، خیلی جاهای متفاوتی هست. تو همین کالیفرنیا خیلی جاهای دیگه هست که من خودم نگشتم، ولی خب به واسطه رابطه‌ای که داشتم با آدما و تحقیقاتی که کردم تا حد خیلی زیادی از داستان‌هایی که توی کل این کشور داره، روند زندگی و کاری کل این کشور دارم باخبر میشم و متوجه شدم تا حدود خیلی زیادی که این داستان از چه قراره. بریم یکی یکی با هم دیگه ببینیم. اول اومدم تو سان فرانسیسکو فرودگاه. خب سان فرانسیسکو جای خوب آمریکاست. اومدم تو سان فرانسیسکو فرودگاه رو دیدم خورد تو ذوقم اصلا. یعنی فرودگاه امام بهتره از فرودگاه سان فرانسیسکو. آره خیلی چیز عجیب غریبی نه. مثلا من خب یه فرودگاه داره مسکو، خیلی فرودگاه گنده‌ایه. مثلا ما توش مترو سوار شدیم رفتیم از یه مثلا گیتی به یه گیت دیگه. یا توی مالزی هم همینطور، فرودگاه مالزی هم خیلی باحاله، مترو داره توش، انقدر بزرگه این فرودگاه. دبی همینطور، ترکیه هم یکی دو تا فرودگاه خوب داره، ایران هم فرودگاه خوب داره.
آمریکا هم فرودگاه خوب داره، ولی سان فرانسیسکو فرودگاهش افتضاح بود. یعنی وقتی اومدم توش قشنگ خورد تو ذوقم. بعد اومدم بیرون دیدم اینجا چه این شکلیه، اینجا اصلا چرا شبیه آمریکا نیست، مثلا شبیه یه محله معمولی و پایین تو ایرانه. خلاصه هیچی دیگه، سرتون رو در نیارم. بعد میرفتم یه هتلی، یه دونه تاکسی های فرودگاه رو گرفتم، گفت $120 میشه تا اونجایی که میخوای بری. $120. منم همیشه به واسطه تجربه‌ای که دارم یه مقدار پول نقد تو جیبم میذارم که وقتی میرم یه جایی پول نقد تو جیبم باشه. آقا رفتیم سوار تاکسیه شدیم و همینجوری من چشمم تو شهر بود که یه جای خوشگل گیر برم، یه استوری بگیرم بذارم تو پیجم و فلان اینا. دیدم خبری نیست، یه نمای خیلی ریزی از یه قسمتی بود که 4 تا دونه مثلا 4 5 تا 10 تا ساختمون بود. بعدم فهمیدم که اونجا داونتاون سان فرانسیسکوه و داونتاون تقریبا هر شهر و ایالتی، حالا هر منطقه‌ای جذابیت‌های خودشو داره و واقعا جزو جاهاییه که میتونی توش عکس بگیری، فیلم بگیری و حال میده. در کل خوشگله. من دور بزنم برم سمت پایین چون که زنجیرم پاره شده، دادم درستش کنن برم اونو بگیرم. یه 10 دقیقه رو راه داریم تا اونجا. آره خلاصه که چرا رد نکنیم. خلاصه که سان فرانسیسکو خورد تو ذوقم. بعد دیدم زیر این پلاشون یه سری پتو و ملافه و اینا هست، یه سری سبد هست، انگار که مثلا یکی اونجا داره زندگی میکنه دیگه. اونجا پرام ریخت. بعدها فهمیدم که اصلا سان فرانسیسکو پر هوملسه. اینجا به گداهاشون و کسایی که حالا مثل ایران میگن تکدیگر و فلان اینا، اینجا بهشون میگن هوملس، کسایی که خونه ندارن، بی خانمان. و باز خورد تو ذوقم، گفتم تو آمریکا هم مگه میشه با این شرایط کسی فقیر باشه، گدا باشه؟ شما فرض کن از اون ور دنیا یه کشوری که خودش پر دغدغه و چالش و مشکل و داستانه پاشدی اومدی اولین کشور دنیا، بعد مثلا اولین چیزی که میبینی یه سری ساختمون در به داغون و واقعا ساختمون در به داغون و یه سری گدا و اصلا یه چیز عجیب غریبی. خلاصه رسیدیم هتل و رسیدیم هتل و اتاقمو تحویل گرفتم. یکی از بچه‌ها رو ایرانی بود دیدمش اونجا، اومدیم پایین و گفتیم بریم سیم کارت بگیریم. ما اولین کاری که معمولا تو هر کشوری وارد میشیم میکنیم اینه که یا اگر سیم کارتمون کار نکنه میریم سریع سیم کارت میگیریم. خلاصه رفتیم یه سیم کارت بگیریم، پیدا نکردیم، تی موبیل رو پیدا نکردیم. گفتیم ولش کن بریم یه ذره بخوابیم، حالا خوابمون هم نمیومد به ظاهر. گفتیم بریم یه ذره بخوابیم، بعدش حالا میریم دوباره میگردیم پیدا میکنیم. آقا بریم بخوابیم، همانا ساعت 6 و 7 بعد از ظهر امریکا بود. بخوابیم همانا ما فکر کنم ساعت 2-3 صبح من بیدار شدم. پرام ریخ. گفتم بعد 2-3 صبح فرش ها، انگار مثلا خوابتو کامل کردی و دیگه. گفتم حالا من 2-3 صبح چی کار کنم با این فرش بودن دیگه. خلاصه از ایران چایی و نبات و اینا آورده بودم، یه چای نبات درست کردم و یه ذره رفته بودم مارکت خرت و پرت گرفته بودم، یه ذره اونا رو شروع کردم. از ایران با خودم آورده بودم انجیر رو نمیدونم از این خرت و پرتا با خودم برده بودم، یه ذره اونا رو شروع کردم خوردم و خلاصه دیدم خوابم نمیبره، این ور ناکن اون ور ناکن. رفتم دیدم هتلمون یه جیم داره، رفتم گفتم خب اوکی از فردا میام تمرین میکنم، حالا امروز که اصلا حس و حالش نیست، این بدنم یه حالت عجیبی. خلاصه این داستانو یهو دیدیم 2-3 شب داره طول میکشه. بعدها فهمیدیم که به این میگن جت لگ و شما وقتی که این اختلاف ساعت بهت میخوره یه همچین اتفاق واسط میفته که صبح که اینجا صبح تو خوابت میاد، شبا که کشور خودت صبح بوده بیدارت میاد. خلاصه هیچی دیگه، سرتون رو در نیارم. ما 2-3 روز تو این جدرکی بودیم. حالا همه میگفتن آقا قرص بخور، منم اصلا متنفرم از قرص و اینا، اصلا کلا تو زندگیم سردرد و اینا نمیگیرم، بگیرم هم قرص و اینا نمیخورم، یه جوری ردیفش میکنم، نمیدونم چرا. تا جایی که میتونم سعی میکنم سراغ قرص و دارو نرم. خلاصه چی، ما
قرص نخوردیم و شب بعدش به یکی از بچه‌ها گفتم آقا بیاید شب تازه ساعت 7 و 8 که میخواد خوابمون ببره بریم بیرون، 10 و 11 بیایم خونه که مثلا اوکی شه کارامون. آقا ما 7 و 8 رفتیم بیرون، 10 و 11 اومدیم خونه، 12 خوابیدیم، مثلا 4 بیدار شدیم. نه خوب، بابات خوب، بابا من خسته پارم، 12 خوابیدم، 4 صبح فرش بیدار شدم. گفتم ولش کن دیگه، میرم باشگاه. خلاصه این کارو یکی دو بار تکرار کردیم تا اینکه تایممون اوکی شد دیگه، مثلا میتونستم تا 7 و 8 بخوابم. کلا من تایم روتینم همیشه همین 7 و 8، 6 7 8. آره خلاصه این از داستان اوله ورود ما به آمریکا که خورد کلی تو ذوقمون. فکر میکردیم آقا بیایم اینجا ساختمونا و LCD ها و مانیتورهای بزرگ و نمیدونم فروشگاه های عجیب غریب و آدمای عجیب غریب و اینا. آدما که عجیب غریب بودن، ولی تنها چیزی که واقعا عجیب غریب بودن آدم، که اونم بعد یه مدت میفهمی که اونم عجیب غریب نیست. خلاصه اینطوری دیگه. این از ورود ما به آمریکا بود. حالا سعی میکنم که توی ویدیوهای بعدی یواش یواش داستانایی که اینجا اتفاق افتاده و بیزینس اینجا چجوری بود و آرایشگاه چجوری بود و اینا رو بیشتر براتون بگم. فقط اینو داشته باشید که آقا تو آمریکا خیلی گوگل خیلی روتینه. یعنی یه چیز مثلا به فرض مثال تو میخوای رستوران بری، هیچ جا رو بلد نیستی دیگه، سری تو لوکیشن میزنی. به خاطر من مهاجرم زیاد داره اینجا، به خاطر همین گوگل و حالا یه سری دیگه اپلیکیشن هست که بعدا بهتون معرفی کنم، اینا خیلی منجر به جذب مشتری میشن. ما دیگه مثلا هر جا می‌خواستیم بریم از تو گوگل سرچ می‌کردیم، می‌رفتیم نظرات مردم، ریویو ها رو می‌خوندیم و مثلا میگفتیم خب بریم اینجا مثلا غذا بخوریم. یه چیزای عجیب غریب، من نمی‌دونم کالباس شیرین، مثلا نون باگت شیرین، اصلا اینا رو من نمی‌فهمم. من غذای شیرین متنفرم. خلاصه که ما تو همین امروز که الان در خدمتتونم، ما داریم آزمون خطا میدیم که بفهمیم چی بخوریم چی نخوریم. یه سری چیزای خوب پیدا کردیم. بعضی موقع یه مثلا شیطونی میکنیم، یه چیزی که نمیدونیم چی هم میخریم ببینیم اون چی. خلاصه تنوع خیلی بالاست. این خودش هم یه جورایی بده این تنوع. البته برای سن ما بده دیگه. میدونی کسی هم قبل ما بابا مامانمون نیست که مثلا بگه آقا اینا رو نخور اینا رو نبخور. ایرانی هم روش ننوشته که طعما رو بدونیم، همش انگلیسیه. در حال تقویت انگلیسی هم هستن و واقعا زبان انگلیسی یکی از لازمه های موفقیت توی این کشوره. اینم بهتون بگم و تمامش بکنم. چند روز پیش داشتم میرفتم یه دونه تو همین منطقه‌ای که خودمون هستیم یه دونه هوملس دیدم. بعد یه لحظه بعد من خیلی تو مخمه که زبانمو قشنگ نیتیو کنم، یعنی مثل اینایی که اینجا زندگی میکنن زبانم اون شکلی بشه. بعد بذار اینو ردش کنم. خلاصه گفتم کار خدا رو ببین، این هوملسه زبون مادریش امریکاییه، اینجا به دنیا اومده بزرگ شده ولی بازم فقیر و بغل خیابونه و حالا معتاد یا هر چیزی. گفتم ببین اگه این زبانو من داشتم بعد گفتم ببین تو ایران چند نفر هستن که زبانو بلدن، ارتباط سازی، آدما رو میشناسن، شهر رو میشناسن و نتیجه خوب نگرفتن. خیلی رو چیزایی که دارید بیشتر فکر کنید، بیشتر تمرکز کنید. قطعا خداوند به کسانی که شاکرترن و میبینن که چه اتفاقات خوبی تو زندگی داره میخوره و رقم میخوره، خیلی بیشتر بها میده و بهشون بیشتر. من رسیدم اینجا، جملم نصفه موند. یه جورای خودمونی بگم، بهشون بیشتر حال میده. خلاصه همین دیگه. دوستتون دارم. این از ویدیو اول چرخش ما توی آمریکا. لابلاش از جاهایی که رفتم و میرم و اینا هم دیگه براتون میذارم و بریم که ببینیم توی این کشوره چه خبره. فعلا خداحافظ.